دلانگیز کیست که این روزها باعث بدنامی افغانها در ترکیه شده است؟ افشای حقایق و رازهای تازه زندگی دلانگیز که اصلا باورتان نمی شود. دلانگیز چطور و چگونه به کشور ترکیه رفته است؟ تغییر شکل شمایل دلانگیز مانند آریانا سعید. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان با شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. دلانگیز هنرمند خوش صدا، هنرمندی کاملا جوان و تازه کار کشور بوده است. وی در ابتدای کارهای هنریش با همسرش بصیر تنها آهنگهای دوگانه می سرود، اما بعد از آن که دلانگیز شهرت و محبوبیت خوبی پیدا کرد از همسرش بصیر تنها جدا شد و روانه کشور ازبکستان شد. جدیداً دلانگیز به کشور ترکیه زندگی می کند. وی در کشور ترکیه تحت حمایت خاص مردم ترکمن بوده است و به همین خاطر وی تا کنون چندین بار عملیات های جراحی زیبایی صورت و بدن را انجام داده است. دلانگیز قرار است و می‌خواهد مانند آریانا سعید شود و آهنگ‌های تازه‌اش را از طریق صفحات مجازی برای دوستداران و طرفداران صدایش نشر می‌کند. دلانگیز در محافل شبانه پسرهای افغان و ترک می‌خواند و می‌رقصد که این کار باعث آزار و اذیت شمار بیشمار افغان‌ها شده است. شوهرش بصیر تنها بارها در صفحات مجازی از دلانگیز شکایت کرده است، ولی دلانگیز هیچ زمان ابراز نظر برای شوهرش نداشته است. ولی هر کس خودش میداند زندگی شخصی و هنریش. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران دلانگیز به اشتراک بگذارید. صحت و سلامتی برای شما خوبان از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. تا درودی دیگر امیدتان را به الله منات سپرده موفق و کامگار باشید.